بچه که بودم یه روز تو خونه تنها بودم. رژ قرمز زدم و داشتم خودمو تو آینه نگاه میکردم که یهو در باز شد و اتفاقی افتاد که هیچ کس نبود به دادم برسه. سلام دوستان، اومدم با داستان زندگی یکی دیگه از همراهانمون. بچه بودم، شیطنت داشتم، عاشق قشنگی و آرایش کردن بودم. یک روز که هیچ کس تو خونه نبود رفتم لوازم آرایش مامانم و برداشتم و رژ قرمز زدم جلو آینه. داشتم از قیافه خودم لذت می بردم که یهویی در باز شد و داداشم اومد و دید رژ دستمه. جلو آینه وایسادم، انقدر منو کتک زد، دستم و تاب داد، هرچی جیغ کشیدم هیچ کس نبود به فریادم برسه. صدای شکستن استخونامو میفهمیدم. از اعماق وجودم جیغ کشیدم که یهویی زنگ در خونه رو زدن و داداشم ولم کرد. گفت این کارو کردم که تا زنده ای دست به لوازم آرایش نزنی. و تمام لوازم آرایش مامانم رو برد و انداخت توی چای وسط حیاط و رفت در رو باز کرد. همسایه بود، از صدای جیغ من اومده بود ببینه چه خبره. بعدش هم شنیدم که به همسایه میگفت مگی تو فضولی که چه خبره. وقتی مامانم اومد خونه من بیجون و بی‌حس وسط اتاق افتاده بودم. دستم میسوخت. وقتی به مامانم گفتم اونم چند تا زد تو صورتم. هیچ کاری برای دست من نکردن. از درد عربده میزدم و میزدن توی دهنم و میگفتن خفه شو. تازه مامانم شاکی بود که به خاطر تو لوازم آرایشم و انداخته تو چاه و پول ندارم دوباره بخرم. از بس گریه کردم خواهرم اومد با زردچوبه و نمک و روغن حیوانی ماساژ داد و دست میزد که بیهوش شدم. با دست شکسته و با حال بدم هیچ کس یه نیم نگاه نکرد. اون همسایه بیچاره هم جرئت نمیکرد نزدیک خونه بشه. بعد 2 هفته که منو دید به مامانم گفت دست این دختر بچه چوله شده، باید ببرش پیش شکسته بند استخونشو جا بندازه. مامانم گفت نشکسته، هیچی نیست، خوب میشه. من ماه‌ها بود درد داشتم، نمیتونستم با دستم چایی بخورم. بعدها که بزرگتر شدم و ازدواج کردم رفتم از دستم عکس گرفتم. گفتن این استخون سر جای خودش جا نیفتاده و همین طوری جوش خورده، باید همون موقع میرفتین جا مینداختین. چرا نرفتین؟ گفتم امکانات نبود. الانم میگن باید عمل کنم، استخونا بشکنن و سر جای خودش قرار بدن. تازه اگر بشه. من با دست کج و دلی شکسته هنوز از برادرم نفرت دارم. نمیخوام قیافش رو ببینم. هنوز میترسم جلوش آرایش کنم. از مامانم متنفرم، از برادرم متنفرم، از همه چی عقده‌ای شدم. شبی نیست که به خاطر درد و رنج هایی که بهم دادن اشک نریزم. شوهرم خوبه، خدا رو شکر، درکم میکنه. به خاطر دستم خیلی بهم کمک میکنه. هیچ وقت دلم نخواست بچه دار بشم. ولی شوهرم عاشق بچه بود، عاشق دختر بود. ولی بهم احترام میذاشت تا وقتی خودم نخواستم اصرار نکرد. یک روز دلم براش سوخت. بعد 5 سال زندگی خودم رو آماده کردم و شب که اومد خونه بهش گفتم دوش بگیر و خودتو آماده کن. از امشب آمادگی دارم برای بارداری. وای نگم براتون. گریه میکرد، دست و پامو میبوسید و حمام کرد، با هم نماز خوندیم و آرزو کرد خدا یه دختر ناز با موهای طلایی بهش بده. از بچگی آرزوش بود و من همون شب باردار شدم و یه دختر به دنیا آوردم. اونقدر زیباست. از شوهرم قول گرفتم بریم دور از خانوادم زندگی کنیم و آرزوی دیدن دخترم رو به دلشون بذارم. مادرم در حسرت دیدن دخترم داره میسوزه و داداشم همینطور. حتی وقتی سرزده میان بعضی وقتا سالی 1-2 بار دخترمو بهش میگم جلوش نیا. این همین آدمیه که دستمو به این روز انداخته. تو مجالس انقدر آرایش میکنم که چشمای کورش ببینه و دخالت زندگی منو نکنه. دختری خودش انقدر زشت شدن آرایش به صورتشون نمیاد. نمیدونم چرا دست اونا رو نمیشکنه. من از اینجا که دارم مینویسم اشکام داره چیکه چیکه میریزه رو صورتم و سر میخوره رو سینم. دردی که سالهاست و قلبم هست و پاک نمیشه و عذابم میده. تو رو خدا بهتون قسم میدم مامانا که بچه میارین مراقبشون باشین. نذارید کسی اذیتشون کنه. اگه شعور بزرگ کردن بچه رو ندارین نیارین.
من درد بیپدری نابودم کرده بود که بعدش دیگه یادم رفت. با خودم میگفتم شاید اون اگر زنده بود چند تا هم اون میزد، شاید اون دستم من بابام میشکست. همون بهتر که ندارمش. فقط با خواهرم رفت آمد دارم و برادر کوچیکترم اون میدونه به خاطر چی ازش متنفرم. غرور هم داره. چند بار به خواهرم گفته، خواهرم برام تعریف میکنه چقدر دلش لک میزنه دخترم رو بغل بگیره و من اجازه نمیدم. ازم معذرت خواهی میکنه ولی من این اجازه رو هیچ وقت بهش ندادم و نخواهم داد. حتی شب عروسیم که اومد بوسم کنه رومو برگردوندم. عید نوروز که میشه اون میاد دیدن من و من نمیرم خونش. و اگرم خواستم برم تو ساعتی میرم که میدونم نیستش و خودم و شوهرم میرم و دخترم رو نمیبرم. دیدن مادرم نمیرم. سالی یکی 2 بار، اونم بدون دخترم. هر موقع میخوام برم پیش خانواده خودم چون چند ساعت فاصله است با شوهرم تنهایی میرم و دخترم میذارم پیش عمش که مثل ماه میمونه. مادر شوهرم واقعا بی‌نظیره. اونا خانواده اصلی من هستن. من هیچ وقت اون لحظه‌ای که دستم میسوخت و از درد نمیتونستم نفس بکشم و یادم نمیره. یک بار کلی لوازم آرایش خریدم و انداختم جلوش و گفتم بیا اینم جای اونا که پسرت ریخت توی چاه و به خاطر یه رژ بی ارزش منو کتک زدین. بهشون گفتم تا روزی که زندم دستم و نگاه میکنم و یادم نمیره. و اون زن همسایه هر بار منو میبینه با اینکه خیلی پیر شده میگه ببخشید برای اون روز که نتونستم بیام از زیر مشت و لگد نجاتت بدم. این روزگار ما. اگه میخواین بچه ها رو با کتک و حمالی بزرگ کنین نیارین. تو این دنیای بیرحم هر کتک و تنبیهی که فکر میکنید انجام ندین. فکر نکنید با خوبی کردن از یادشون میره. شاید همون موقع هم خوب باشن باهاتون ولی وقتی بزرگ میشن تموم اینا یادآوری میشه و تأثیرات خیلی بدی روی زندگی آیندهشون میذاره. بله همراهان عزیزم، امیدوارم داستان‌های واقعی ما عبرتی باشه برای همه پدر و مادرایی که فرزندانشون رو اذیت میکنن و نمیدونن در آینده چه مشکلات زیادی براشون پیش میاد. لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. به دوستان خودتون معرفی کنید. از همراهیتون و لطفتون بی نهایت سپاسگزاریم.